دفعه بعد که چای می نوشید بدونید که فقط یک نوشیدنی گرم نیست، بلکه یک ترکیب فوق‌العاده، پیچیده و قدرتمند برای سلامتی شماست. چرا شروع نکردی؟ آزمون عصاره چای روش استاندارد برای تعیین کیفیت، شدت رنگ، طعم و عطر چایه که شامل مواد محلول جامد مثل فنولیک‌ها، مواد مغذی گیاهی و آلکالوئیدها که همون محرک سیستم عصبی میشه. بریم با هم مراحل انجام آزمون رو ببینیم. در مرحله اول 2 گرم از نمونه چای رو با 200 سی سی آب مقطر در حال جوش داخل یک ارله میریزیم. عمل رفلاکس رو به مدت 1 ساعت انجام میدیم. در طی این مدت بالون حاوی نمونه رو باید چند بار به هم بزنیم. محتویات رو توسط کاغذ صافی که از قبل به وزن ثابت رسوندیم صاف میکنیم و کاغذ صافی رو با آب مقطر داغ شستشو میدیم. بعد کاغذ صافی حاوی نمونه رو در آون 103 درجه به مدت 16 ساعت تا خشک شدن کامل قرار میدیم و نمونه رو در دسیکاتور خنک و روی ترازو وزن میکنیم. از اختلاف وزن به دست اومده درصد عصاره به دست میاد.